حضرت عیسی پیغمبر خدا در گهواره در خردی صحبت کرده بود. دوم حضرت جریج میگوید، حدیث متفق علیه است، میگوید آنقدر بچه به عبادت بود، آنقدر در عبادت پروردگار قایم بود که برای خود میگوید یک موضع مخصوص برای عبادت جدا کرده بود که از خلق جدا بود. در همون موضع عبادت میکرد، خدا را پرستش میکرد. و ناگاه میگوید روز مادرش فریاد زد، یا جریج. حضرت جریج صدای مادرش شنید در عبادت، لیکن چی میگو؟ خدایا نمازم یا مادرم، نماز دوام دهم یا جواب مادر مگردانم. و همچون نماز دوام داد، جواب مادرش نگو. دوم بار میگوید باز مادر روز دیگر فریاد زد، باز جریج در عبادت که بود گفت نمازم یا مادرم، باز نمازش ادامه داد. سیوم روزم اینجوری تکرار کرد. بعدا مادرش میگوید خیلی خشمناک شدن و گفتم جان تو را خدا نگیرد تا زمانی که اگر با یک زن زیناکار رو نشوی. مادرش دعای بد کرد. البته دعا سه دعایی هست که در پیش پروردگار لا شک فیهن نمیگوید، هیچ شکی نیست که این سه دعا قبول می شود. یکی از آنها دعوت الوالد است، دعای پدر و مادر در حق فرزند قبول می شود. بسیاری جوانای هستند امروز در مسجد ما نماز میخوانند که پدر و مادرها از او ناراضی هستند. بسیاری برادرای در اینجا نماز میخوانند که پدر و مادرشون از اونا ناراضی از دنیا گذشته است. بسیاری نمازخوانای هستند که فکر میکنند به همین نماز جمعه تمام ما جنت از خود کردیم، دیگر احترام پدر و مادر شرط نیست. الان که برادرای عزیز گرامی همه شما را من تاکید میکنم، تا زمانی که اگر پدر و مادر از تو راضی نباشد خدا از تو راضی نیست. حتی حبیب خدا گفت که هم جنتکی و نارکی، اونا جنت و اونا دوزخی تو هستند. بعدا میگوید یک زمان سپری شد که در همون دوره های جریج یک زن بی‌نهایت میگوید زیبا بود، به حد حسن و جمالی به اندازه داشت. و در حال دعای مادر که در نزد خدا قبول شده بود، مصلحت کردن که من با همین جریج زنا میکنم تا که او را شرمنده کنیم. گفتن میلش. وقتی که این زن نزد جریج آمد و جریج که در عبادت بود، هرچی خودش را زینا، هرچی خودش را زینت میداد، هر گونه رفتارهایی که میکرد گویا که جریج از طفیل انسان نباشد. برای او هیچ اینا زینتی نباشد، برای که در وجود او ایمان بود، خدا ترسی بود. امروز زنها و پیش شما نیست که بلکه شما برای زنها حرکت دارید. ولی من کجا گویم که وقتی که زنها و پیش شما بیایم باور کن شاید از 10 نفر شما 9 نفر شما به سوی زنا روید. این خدا دانا هست. وقتی که وای حسن جمال داشته باشد، وقتی وای پول داشته باشد و پیش بعضی از شخصیت ها آمده و خودش یک گویم آرا و تارا دهد، خدا دانا هست. باور کنیم ما شما در همین گناه می لغزیم. امروز خیلی زنا هم رواج یافته. این سوال آمده است که من رفیقای دارم که در همین مسجد می نشینن لیکن نمازاشون هم می خوانن بازم این زنا می کنن. این چه عبادت است؟ دید که از جریج هیچ فایده ای نیست. در حال با یک چوپانی میگوید این زن زنا کرد، حامله دار شد و فرزند زایید. وقتی گفتن این از کیست؟ گفت از جریج است.
در حال آمدن همون عبادتگاه جوریج چپه کردن، جوریج خودش را لست و کوب کنان به میدان آوردن. وقتی گفتن چه حالت است، چی مسئله شده است؟ گفت این فرزندی که از این زن به دنیا آمده است از حساب زینای تو به دنیا آمده است. میگوید این جوریج آدم خداترس، آدم همیشه در عبادت که بود، میگوید در شکم همین طفل خردک یک چپاتی زد و گفت ای کودک، ای طفل، بگو که پدری تو کیست؟ حبیب خدا حکایه دارد. میگوید این زبان به زبان آمد این طفل و گفت ای جوریج تو از این زنا خالی هستی، انا همان چوپان به مادر من زنا کردگی است. این دویم طفل هستی کودکی که در آوان خوردی زبان کشاده و اثبات کرد که جوریج از زنا خالی است. سوم کودکی که در حدیث میگوید سخن گفتگی هستند، باری میگوید یک مادر کودکی خود شیر میداد، به ناگاه به پیش مادر میگوید یک بالای اسب یک مرد خیلی با سکه و با صورت بسیار سر و لباس تازه داشتگی گذشت. این مادر که این اسب زیبا را بالای او این مرد دارا را که دید، شاید که آدم دنیا دوستدار بوده است، مثل بعضی از اکثریت بندگان خدا که امروز تمام هستی ما در دنیا بخشیدگی هستیم. در حال دعا کرد این مادر که خدایا گفت همین طفله که مرا گفت مثل انا همین مرد بگردان. این طفل میگوید وقتی شیر میخورد در حال میگوید پیستان مادر را خلاص کرد و گفت خدایا مرا از جمله همین مرد نگردان. و در حال میگوید باز شیر دوام دادن گرفت. این زمان میگوید وقتی این مادر حرکت کرد و رفت نگاه کرد یک غلام بیچاره را میزدن و میگفتن که تو دزدی کردی، زنا کردی، تهمتش میکردن. این مادر میگوید وقتی که حال این غلام دید گفت خدایا گفت این بچه مرا مثل همین نگردان. گفت این کودک میگوید دویم باره باز زبان کشاد و گفت خدایا مرا از جمله انا همان گردان. این سیوم کودکی که بود زبان کشاد و سخن راند. محدثان میگویند چرا که این کودک گفت از جمله وی مرا نگردان و از جمله این بیچاره که در عذاب بود از جمله این گردان. میگویند مراد این بود که اون مردی که بالای اسب سوار بود، سر و فرمه خوب داشت و بسیار ظالم بود. این کودک وی شناخت، گفت خدایا وقتی دعا کرد مادرش نفهمید که وی ظالم است. کودک که فهمید گفت خدایا مرا از جمله ظالم نگردان. لیکن اون بیچاره غلامی که با تهمت وی از زناکار و دزد گفته بودند، کودک فهمید که وی دروغ است، تهمت است، گفت خدایا مرا از جمله وی بگردان. این سیوم کودکی بود که در حالت کودکی سخن گفتگی بودند. السلام علیکم دولای مهربان. آیا شب گرانیدن مرده جایز است یا نه؟ بله، شب گرانیدن مرده جایز است. حتی که در روایت ها میاد که حضرت ابوبکر شب گرانیدگی است. در روایت ها میاد که حضرت علی، حضرت فاطمه را هم شب گرانیدگی هستند. و این خاطر اگر ما شب هم که مرده ها من برده گرانیم اینم جایز است. فقط شرایط در کار، فقط همون حالت های گرانیدن اگر برای ما گویم یک روشنی باشد، شرایطاش باشد، گرانیدن در شب هیچ ضلال و زیانی ندارد. السلام علیکم داملای عزیز. شما گفتید که با معلمان رابطه زیج دارید. من هر روز با مادرم جنجال میکنم که خواهرم با سر و لباس مکتبی به مکتب نرود، زیرا که با کرته سفید مردانه و یبکه دختر به بلاغت رسیدگی را ممکن نیست. آیا شما با معلمان در این باره سخن نمیگویید؟ التماس دعا کنید که خواهر ما صاحب ستر و حجاب شود. در اصل وقتی که امروز ما همین کوچه ها را میگذاریم میبینیم دختری تاجیک
تاجیکی که امروز ما افتخاری به تاجیکی داریم، کرته مردانه دارد و یک یوبکه دارد، پایانش دیگر پارچه نیست به خدا قسم، پایان همه آریان هستند. این مکتب هم نمیخواهد، این همون پدر و مادر خودش خواسته ایستاده است. این ریزاگی همون معلم هم نیست که همون دختر ما و شما گویم همین رانهای پاش قسم پایان همه در میدان باشد. همین معلم هم نمیخواهد باور کنید. همون معلم هم برادر ما و شماست، همون معلم هم مسلمان ما و شماست. این همون بعض پدر و مادرهایی که اهمیتی به فرزند نمیدن، همونا خودشان میخواهند. حبیب یک یوسف خرزاوی را خدا رحمت کنه در کتاب حلال و حرامش میگوید، یک شاعر عرب گفته است کل الحوادث مبدأها من النظر و معظم النار من مستصغر شرر. این میگوید که هر یک حادثه را سرشویش از نگاه کردن سر می شود و هر یک آتش بلنده که میبینیم اولی همون از یک آتش خورد سر شدگی بود. نظرتون ابتسامتون فسلامون فکلامون و موعید و لقاء. دیگر شاعر عرب میگوید، ببین میگد آخران وقتی که با دخترها شما صحبت میکنین، با آواز سلام میکنین، اونا را در آغوش میگیرین، با اونها جای ملاقات اعلام میکنین، اولی همون سرشویش از کجا بود؟ نظرتون، از نظر کردن. وقتی شما نظر کردین، الان شما تصور کنید در دل دریچه دارد، در حال همون نظر شما پیغام های شهوانی را به دلتان میارد. برای همین برادرای عزیز و گرامی، هیچ کدام ما و شما باوری دارم، باوری کامل دارم، نمیخواهیم که دخترای ما و شما بیراهگر شوند، دخترای ما و شما را بچه های بیگانه استفاده برند، بلکه ما میخواهیم که این دخترهای ما آینده صاحب شوهر شوند، صاحب بچه های خوب شوند و این تاجیکستان زیبای ما را آباد کنند. این ما میخواهیم. برای این مقصد در رسیدن دخترها را از پوشیدن این لباس ها منع کنیم، از پوشیدن این لباس ها منع کنیم. وقتی که تصور که پیش بری اونها نمایان، پایهای اونها نمایان، هر یک شخص بیننده خودش چه تصور میکنه؟ خودتان در جای همون نظر کننده تصور کنید، البته آرام نمیمانی دیگر. برای همین برادرای عزیز و گرامی، احتیاط کنید، این بسیار مسئله مهم است. از اون مسئله هایی که ما و شما جزئیه که در اول من خواندم، جنگ و جنجال و مثال ما و شما بیدار میکنیم، هر یک گروهی که نباشد در این اطراف حرکت کنیم، اینجا بهبودی بیاریم. این است مسئله های مهم برای این ملت است، این ملت تاجیک است. این به خودش لباس دارد، لباس ملی دارد. برای شما معین میکنم که بعضی برادران سوال کردن در اطراف توی صحبت کنید و بعضی برادرها دیگر مسئله ها. اینجا یک آدم دیگر هم خیلی یک مکتوبی هم انگیزی نویساندن که من میخواهم جمعه آینده همین خوانم که این برادر ما از ما خواسته سوال ای بهترین دامله حاجی مرزا از یک پدر بسیار غمدار در 14 سال حیاتم صاحب یک فرزند شدم، یعنی بچه شد و زمان تولد مادر این بچه از سر فرزند رفت. خیلی عذاب داشتم، لیکن غم و دقتم را با این فرزند بی مادر خاموش میکردم. این غم کم در یاد فراموشی بود که این بچه هم در سن 10 سالگی از بیماری گذشت. بسیار غمدار هستم. برای دلبرداری هم چیزی بگوید که از 300 کیلومتر راه دور برای شما این مکتوب روان کردم. انشاءالله من جمعه آینده برای دلبرداری این برادرم
یک چند قصه هایی که صبر در راه غم و دقت است بیان میکنم.